اگر شما هم خیلی وقته که دارید زبان یاد میگیرید یا تازه شروع کردید به یادگیری زبان و احساس میکنید که گیر کردید و پیشرفتی نمیکنید، این ویدیو همه چیز رو واسهتون تغییر میده. از نظر من خیلی از زبان آموزا یادگیری زبان رو میذارن کنار، نه به خاطر اینکه تنبل هستن یا نمیتونن یاد بگیرن، بلکه به خاطر اینکه هیچ کسی بهشون نگفته که چطوری درست زبان یاد بگیرن. توی این ویدیو یک روتین 30 دقیقه‌ای بهتون میدم که برای همه کار میکنه. چه از یادگیری زبان خسته شده باشید، چه سرتون شلوغ باشه، این روتین 30 دقیقه‌ای رو میتونید هر روز انجام بدید و بهتون قول میدم بعد از 6 ماه تا 1 سال شما خودتونم باورتون نمیشه که زبانتون چقدر پیشرفت کرده. سلام دوستان، من رضا پروازی هستم، مدرس زبان انگلیسی و کسی که خودش هم به یادگیری زبان‌های مختلف علاقه داره. به کانال من خوش اومدید. قسمت اول این 10 دقیقه رو می‌خوایم صرف یادگیری لغت کنیم. گرامر در یادگیری زبان مهم هستش، ولی همیشه از نظر من اگر ما بخوایم که یکیش رو انتخاب کنیم و وقت زیادی روش بذاریم، قطعاً لغت‌ها مهمتر هستن، چون لغت‌ها باعث میشن که ما زبان رو بتونیم بفهمیم و در نهایت بتونیم اون رو صحبت کنیم. توی 10 دقیقه‌ای که برای یادگیری لغت براتون در نظر بگیریم، شما میتونید هر منبعی که دوست دارید، میتونید از کتاب‌های آکسفورد استفاده کنید، میتونید از کتاب‌های وکابولری نیوز استفاده کنید، یا حتی میتونید که یک فیلم یا یک سریال رو انتخاب کنید و به مدت 10 دقیقه نگاه کنید و اون کلماتی رو که نمیدونید رو در بیارید بر خودتون. اما اینجا مهم هستش که اون کلماتی رو که ما داریم در میاریم حتما باید یک روشی داشته باشیم که اونها رو بتونیم مرور کنیم. میتونید از نرم افزار انکی استفاده کنید، یا نه میتونید که یکم اولد اسکول باشید و روی یک کاغذ بر خودتون بنویسید تا بتونید که اینها رو در آینده مرور کنید. خیلی مهم هستش. اولین قدم در یادگیری هر زبان اینه که ما باید بتونیم که لغت‌های خودمون رو افزایش بدیم تا وقتی با ما صحبت میکنن بتونیم که بفهمیم چی میگن. در وهله بعد ما به این فکر میکنیم که آیا ما میتونیم این رو تولید کنیم یا نه، چون اگر ما نفهمیم بهمون چی میگن اصلا مهم نیستش که ما چه چیزهایی رو میتونیم تولید کنیم که اصلا اتفاق نمیفته. اما یک سیستم هم داشته باشیم که اون لغت‌هایی که یاد میگیریم رو بتونیم مرور کنیم. پس شما میتونید که یا از یک کتاب لغت استفاده کنید برای این 10 دقیقه، یا میتونید یک میکسی از همه اینها رو داشته باشید. مثلا یک روز میتونید از یک کتاب لغت استفاده کنید، یک روز میتونید یک پادکست برای این کار انجام بدید، یک روز رو میتونید از یک فیلم این کار انجام بدید. مهم نیستش، مهم اینه که توی این روتینتون شما حتما به مدت 10 دقیقه در روز این رو داشته باشید. بچه‌ها توی قسمت دوم و 10 دقیقه بعدی ما می‌خوایم که شما زبان رو دریافت کنید. اگر من یه چیزی رو بخوام بگم که واقعا از روتین خیلی از زبان‌آموزا جا مونده، دریافت کردن زبان هست. چون همه شما فکر میکنید که آقا هر چیزی رو که شما نمیدونید باید استاپ کنید و یادش بگیرید و این باعث میشه که در طول زمان ذهن ما تنبل بشه و نتونه با اون زبانی که داریم یاد میگیریم کار کنه. پس شما باید 10 دقیقه در نظر بگیرید شما دارید اون زبان رو دریافت میکنید. حالا اینو میتونید در یک پادکست انجام بدید، میتونید 5 دقیقه از یک ولاگ رو ببینید، 5 دقیقه از یک فیلم رو ببینید، 10 دقیقه از یک فیلم رو ببینید. مهم این هستش که شما این زبان رو دریافت کنید و هی اون رو استاپ نکنید، اون رو پاز نکنید، چون ما توی 10 دقیقه قبلی داریم اونجا به شما لغت یاد میدیم. اگر شما از فیلم یا سریال یا پادکست به عنوان منبع یادگیری لغت دارید استفاده میکنید در اون 10 دقیقه اول، هیچ مشکل نیستش، میتونید پاز کنید و اون لغت‌هایی که نمیدونید رو یاد بگیرید. اما در این 10 دقیقه هدفی که ما داریم اینه که شما در طولانی مدت ذهنتون بتونه با زبان انگلیسی کار کنه. چون ما خیلی وقتا میبینیم که شاگرد هستش که مثلا به لول B2 اینجور چیزا رسیده، ولی مثلا 5 دقیقه که صحبت میکنه خسته میشه، 5 دقیقه که میبینیم فیلم میبینه خسته میشه. هدف این هستش که ما بتونیم که زبان رو دریافت کنیم. حالا دوباره اینجا شما میتونید با توجه به اون عادتی که دارید، چیزهای مورد علاقه‌ای که دارید، پادکست انتخاب کنید، میتونید فیلم انتخاب کنید، میتونید مجموعی از اینها رو داشته باشید. من منبع خاصی بهتون نمیدم چون میخوام که اون چیزی که شما دوست دارید رو انتخاب کنید، چون شما قراره این روتین رو حداقل 6 ماه تا 1 سال انجام بدید تا نتیجهش رو ببینید. نکته مثبت اینه که ما این قسمت یادگیری زبان رو میتونیم خیلی بیشتر کنیم، مخصوصا اگر لولمون از A2 به بالا هستش، مخصوصا اگر B1 با B2 باشیم ما خیلی میتونیم این رو کار کنیم. مثلا شما ممکنه سرتون شلوغ باشه، توی اسنپ باشید، دارید این ور اون ور میرید، اینجا شما میتونید زبان رو دریافت میکنید، میتونید به پادکستی گوش بدید، میتونید یک سریال رو ببینید توی گوشیتون یا اینجور چیزا. چون ما داریم در مرحله اول به صورت روزانه مثلا 10 تا لغت یاد میگیریم، مثلا شما ببینید در یک سال مثلا میشه 3000 تا 4000 تا، بعد هی این لغت ها رو میایم تکرار میشن در قسمت دوم که ما داریم گوش میدیم. پس اگر خواستید که یک قسمت رو افزایش بدید حتما به این فکر کنید که شما در روزهای شلوغی که دارید آیا در ترافیک هستید، در رفت آمد هستیم. ما خیلی از ما اگر مثلا در تهران زندگی میکنیم روزی 2 ساعت در ترافیک هستیم، ما میتونیم
از این تایم استفاده کنیم و زبان رو دریافت کنیم. اما توی این برنامه‌ای که ما براتون گذاشتیم شما حداقل باید 10 دقیقه این کار رو انجام بدید. اما قسمت سوم که مهمترین قسمت هست، ما کلا زبان رو یاد میگیریم که به اینجا برسیم. ما می‌خوایم 10 دقیقه بچه‌ها شما صحبت کنید. اما قسمت اول و دوم خیلی مهمه. اگر ما لغت یاد نگیریم مثلا چی داریم واسه صحبت کردن؟ اگر ما زبان انگلیسی رو دریافت نکنیم، ذهنمون عادت نکنه به قالب‌های زبان انگلیسی و اونجوری که انگلیسی زبان‌ها صحبت میکنن، ما همیشه از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنیم. مثلا ما غذا خوردن داریم ولی در زبان انگلیسی you can have breakfast. اوکی، مثلا شما میتونید صبحونه رو داشته باشید. هیچ مشکل نیستش. ما در ابتدا ترجمه میکنیم، هیچ مشکل نیستش، ولی رفته رفته باید قالب‌های زبانی اون رو ببینیم. اما برای اسپیکینگ که در مرحله بعد اتفاق میفته شما باید چیکار کنید؟ مثلا من بهتون پیشنهاد میکنم روزی 2-3 دقیقه خودتون رو ضبط کنید، صدای خودتون رو راجع به هر چیزی که دوست دارید صحبت کنید، راجع به هدفاتون، راجع به غذاهایی که دوست دارید، راجع به اون روزی که دارید. اصلا نگرانی نباشید که نمیتونید کامل صحبت کنید، اصلا نگرانی نباشید که اشتباه دارید، اصلا کلا هدف این کار اشتباه کردنه. شما میتونید که خودت 2-3 دقیقه صدای خودتون رو ضبط کنید، همون فایل صوتی رو آپلود کنید توی چت جی پی تی یا جمینای، یکی از این چت بات ها، و بهش بگید که آقا اول اینو ترانسکرایب کن، اول آقا این متنش رو برای من بنویس، بعد اشتباهات گرامریش رو به من نشون بده، لغت هایی که من میتونم بهتر استفاده کنم رو به من نشون بده. همون رو میتونید چیز کنید، بردارید و ببینید که اشتباهاتون کجا هستش. ولی خیلی مهم هستش که شما در این 3-4 دقیقه 2-3 دقیقه‌ای که صحبت میکنید اصلا ترس از اشتباه داشتن نداشته باشید. سعی کنید فلوئنت باشید، سعی کنید روان صحبت کنید، چون قراره بدید به یک چت بات این رو و ازش فیدبک بگیرید. قسمت بعدی بچه‌ها من بهتون خیلی پیشنهاد میکنم سعی کنید try to imitate a native speaker. این کار رو ما بهش میگیم شادوینگ که این روزا خیلی میشنوید. یعنی ببینید شما کلیپ 2-3 دقیقه‌ای رو انتخاب کنید از هر چیزی که دوست دارید، از یک کارتون، از یک سلبریتی مورد علاقتون، بعد سعی کنید دقیقاً مثل اون صحبت کنید. مثلا اگر یک جمله رو گفت اونو پازش کنید، بعد سعی کنید دقیقاً با همون لحن، با همون احساسات اون رو چیز کنید، خودتون رو سانسور نکنید، دقیقاً سعی کنید اداش رو در بیارید. اوکی، این واقعا بهتون میگم معجزه میکنه، باعث میشه که اولا شما اعتماد به نفس صحبت کردنتون بره بالا و رفته رفته لهجه شما هم خیلی بهتر میشه. That's it guys. همین 3 دقیقه واقعا اگر 6 ماه تا 1 سال به صورت روزمره اجراش کنید میتونه واقعا سطح زبان شما رو بهتر کنه. اوکی، واقعا شما میتونید خیلی پیشرفت کنید. خیلی فکر میکنن ما مثل بتمن باید یک روز 6 ساعت بخونیم اینجور چیزا و اوکی هستش اگر ما تایم داشته باشیم، هیچ مشکلی نیستش. اما اگر من سرم شلوغه، واقعا اگر من هر روز بتونم که اگر 6 روز در هفته بتونم که همین روتین رو انجام بدم، من دارم که اون بیسیک ها و فاوندیشن های یادگیری یک زبان رو که یاد گرفتن چند تا لغت در روز هستش، شنیدن اون زبان هستش و تولید کردن اون زبان رو داریم انجام میدیم که بهتون قول میدم اگر این روتین رو یک سال انجام بدید واقعا سطح زبانتون خیلی پیشرفت میکنه. و اگه این ویدیو واسهتون جالب بود، این ویدیو من رو حتما ببینید که راجع به کتاب آقای جیمز کلیر و چگونگی ساختن عادت برای یادگیری زبان براتون صحبت کردم.